برادران عزیز، در زمانی که ما و شما قرار داریم، اسباب گمراهی، اسباب فساد، اسباب انحراف برای همه مهیا است. همه راه های فساد، همه راه های گمراهی برای انسان مهیا است. در چنین زمان مسلمان همیشه باید به پروردگار خیش متوجه بوده باشد، به پروردگار خیش رجوع کند، احساس کند که الله بر همه اعمال و رفتارش نظارت داره. یعنی به این حقیقت دست پیدا کنه که حضور دائمی در پیشگاه الله عزوجل دارد، یعنی همیشه در پیشگاه الله عزوجل قرار دارد. یکی از راههایی که انسان به الله عزوجل به این مقام میرسد، همیشه الله عزوجل مد نظر میگیرد، یکی از راه ها همیست که انسان باید همیشه متوجه گفته های الله و رسول بوده باشد.